سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه پر انرژی باشید و اینکه امیدوارم که از آموزش‌های ما تا به الان راضی بوده باشید. حالا مطمئناً نواقصی تو کار وجود داره و اینکه امروز آموزش دوره سوم بخش ویندوز 11 هستیم ما. اگه دوره 1 و 2 رو ندید حتما به تو کانال ما 1 و 2 رو حتما نگاه کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید که آیا چگونه بوده و چه آموزشی مد نظرتونه که ما حتما اون آموزش رو شروع کنیم. قبل از اینکه بخوام بریم آموزش رو شروع کنیم، اگه سابسکرایب نکردید ما رو، خب زحمت بکشید انجام بدید، بتونیم ما انرژی بگیریم از این کار و این آموزش های بهتر و با کیفیت تری سعی کنیم براتون بذاریم. خب زیاد صحبت نمی کنم، بریم که آموزش رو با هم دیگه دنبال کنیم. پس با ما باشید. سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو هم بهتون تبریک میگم. به هر حال ببخشید که تقریبا یه 30 روزی بودش که ویدیو نگرفتم و به خورده شرایط محل جدید، جای جدید به مشکل برخوردیم و یه محل مناسبی نیست و همین نمیتونم زیاد ویدیو بگیرم، این مقدار سخت شده برام، ولی امیدوارم که این مسئله سریعتر مشکلمون برطرف بشه و بتونیم کارا رو سریعتر و هر روز بتونیم براتون آموزش بذاریم. خب امروز اومدیم یه آموزش بذاریم در مورد اینکه کسب درآمد داشته باشیم به صورت دلاری فقط با یک کلیک کردن. قبل از اینکه بخوایم آموزش رو شروع کنیم بریم دنبالش، حتما به پیج ما سر بزنید. اگر هم ویدیوها رو ندیدید هر کدوم از ویدیوها رو میتونید شروع کنید ببینید و استفاده ببرید و اینکه اگه سابسکرایب هم نکنید زحمت بکشید سابسکرایب بکنید ما رو. و خب میتونید از طریق پیج اینستاگرام هم ببخشید پیج تلگرام هم هستش، اینجا میتونید ورود کنید، جوین بشید و ویدیوهایی که وجود نداره میتونید از طریق تلگرام هم ببینید حالا و نظر خودتون هم به ما بگید. خب زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم دنبال آموزش. خب دوستان عزیز، اینجا این آموزشی که میبینید این یک جور نمیدونم اسمشو بذارم بازی یا ایردراپ یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه، فقط از طریق کلیک کردن میتونید درآمد کسب کنید و اینکه این صفحه چیزی هم نداره. کلا ما میایم الان شروع میکنیم ثبت نام کردنشو و روال کار رو بهتون توضیح میدم. کرییت فری اکانت میزنید بهش. وقتی کرییت فری اکانت زدید اینجا، چون قبلا من ثبت نام کرده بودم میاد. حالا من یه دونه دیگه ثبت نام میکنم، این یوزرنیمی که من همیشه میذارم، حالا که ایمیلم بهش میدم و پسورد و این کپچاشو شما حل میکنید. ترافیک، وریفای و ریجیستر. ببخشید اینو کد به اصطلاح حتما باید از طریق رفرالم، یعنی جوین بشید، نمیتونید فری برید داخلش، جوین بشید. خب پس من بذارم این کد رفرال رو بردارم میام برای خدمتتون. خب کد رفرال گذاشتم، حالا رجیسترش رو میزنیم. حالا میخوایم سیو هم میکنیم، خب سیو نکردیم. حالا چرا ایراد میگیره از ما؟ یه بار دیگه قشنگ اینو رو پر میکنیم و رجیستر. مثل فکر کنم من اشتباه زدم، یه بار بذارید کلا. خب حالا من یه ایمیل دیگه بهش دادم، احتمالاً اون ایمیلی که قبلا داده بودم استفاده شده بود، حالا دقیقا هم نمیدونم، ولی اینویتیشن کد با هم ایراد میگیره، میگه که حتما باید داشته باشید. حالا بذار یه بار. خب میدونی مشکل از چی بود بچه‌ها؟ من چون قبلا با اون آی پی که الان وصل بودم بهش، با آی پی فرانسه، من یه بار ثبت نام کردم، برای همون نمیتونم با همون آی پی دوباره ثبت نام کنم. خب آی پی رو عوض کردیم و اینکه الان میگه که یه وریفای بکن اکانت تو
حالا منم میرم ویریفای میکنم ببینم که چه اتفاقی میفته. ما از این روش میریم جلو. خب الان این وریفای شد، وارد اکانت میشیم. این نمای خود به اصطلاح این بازی ما یا سایت ما، هر چیزی که هستش این نماشه. و اینجا هم شما میبینید 50 تا انرژی داره. یه آدمه که اینجا یه باکسی بالاست، یعنی شما با هر بار کلیک کردن یه جامپ میکنه، این باکس رو باز میکنه، یه بهتون یا دلار میده یا یه دونه ستاره میده. خب این پایین هم که میبینید اینجا هر کدوم یه یوزرها و هر کدوم یه چیزایی به دست آوردن، حالا چیزا متفاوت هست. و این پایین هم دیلی بونوس داره. شما میتونید هر روز یک بار اگه بخواد ورود بکنید میتونید اینو کلیمش کنید و اون تعداد بونوسی که بهتون میده، حالا ممکنه از این ستاره ها باشه یا دلار باشه، ولی خب بیشتر ستاره بهتون میده. و invited friend داریم و آفر که اینا رو ما کار نداریم. و اینکه حالا من میخوام یه دونه جامپ بزنم، نگاه کنید این تبلیغات. اگه میبینید شما این صفحه میری به خاطر تبلیغاتیه که هر بار کلیک کنی ممکنه شما به یه صفحه دیگه ارجاع بده. خب من بزنه میبینید به من چقدر داد، نزدیک آفرین 38 سنت به من پول داد. یعنی هر بار میزنم دوباره میره تو همون تبلیغات برمیگرده. الان بالا نمیگه 38 تا برام اومد. خب الان من 49 تا انرژی دارم. خب شما 49 تا میتونید جامپ بکنید، حالا هر چقدر ممکنه که به 3 دلار برسه، 4 دلار برسه، بسته به شانستون داره. اینطور نیست که فکر کنید که این رندوم اتفاق میفته براتون. ممکنه تو این باکس ها پوچ هم باشه. نگاه کنید من چند بار بزنم الان به ما ببینیم چی به ما میده. بلند که رفت رو هوا. حالا مشخص هم نشد چی داد. یه بار دیگه پلی میزنیم، فکر کنم بابت اینترنتمونه. خب به من تو دوباره کش داده، خیلی جالبه. 16 تا. و اینکه بازم ما میزنیم اینجا پوینت داده به همون ستاره‌ای که استفاده. حالا این پوینت ها رو من بهتون میگم باید چی باید بکنید. یه وقتایی میرسه که شما دیگه به انرژی که دیگه ندارید دیگه که بخواید دلار بگیرید یا پوینت بگیرید. خب ببینید این انرژی ارنینگ رو میبینید شما، تبلیغاتش یه مقدار اذیت کننده است، فقط همیشه هم میاد که دیگه چاره‌ای هم نداریم دیگه. و الان من روی انرژی ارنینگ میزنم بهتون و ببینیم که متأسفانه خود اینترنت ما اینجا یه مقدار خیلی کند هست و خیلی دیگه چند بارم بزنیم ببینیم سریعتر بازش کنه. خب میبینید الان این انرژی رو وقتی میزنید این به اصطلاح این روند کارهایی که از طریق سرف کردن، اپ‌های دانلود کردن میتونید به دست بیارید که متاسفانه تو ایران، حالا من با سروری که دارم فرانسه هست نمیشه انجام داد و به مشکل برمیخوریم. ممکنه دوستانی که خارج از ایران باشن راحت‌تر بتونن با این قضیه که انجام بدن بتونن بزنن، به اصطلاح انرژی بگیرن. ممکن 90 تا 100 تا انرژی رو بگیرن دیگه، نیاز به یه مقدار روند درآمدزاییشون بیشتر باشه. خب یکی هم بخش سرف لینکه. اگه سرف لینک ببینید در روز تقریبا 2 تا بیشتر براتون نمیاد. یعنی 20 ثانیه شما میزنی، الان من بزنم این بالا تایمر رو میبینید 20 ثانیه زمان میبره، یه دونه انرژی به من میده. خب این هر در روز بیشتر 2 بار نمیتونید این به اصطلاح سرف لینک رو داشته باشید، ولی خب چاره‌ای هم بکنم نیست. یه روند کارش همینطوریه که باید بدید. وقتی تموم شد یک کلیک انجام میدید. خب اون یک دیگه دونه‌شون رو شما به دست آوردید، ولی خب اینجا میبینید دوباره هست، باید چند بار اینجا یه بار دیگه بزنید این قسمت غیر فعال میشه. و این تریدینگ هم که اینجا میبینید بیشتر نمایش میده، بیشتر برای بیت کوین و ارزش بیت کوین رو بهتون نمایش میده چگونه هست و چجوری
به دست میاد. خب و اینکه قسمت پوینت شاپ، اینو من همیشه باید بزنیم. این پوینت شاپ رو نگاه کنید، هر کدوم از این کارها به اصطلاح منوهایی که باکسایی که وجود داره یه کار انجام میده. شما اگه این میبینید 500 تا زده، شما این 500 تا رو اگه بخواید بزنید هر کدوم میتونید شما داشته باشید دیگه. مثلا اگه 500 تا رو من بزنم 24 ساعت این هر کدوم از این باکس ها بهتون یه جور بونوس میده که میتونید حالا انرژی تو به دست بیارید. حالا اینجا میتونه از دوستانتون زیر مجموعه که دارید به دست بیارید، یا حتی از این ریکپچر رو حذف کنه و دابل انرژی باشه. مثلا این چیزایی که معمولا میتونید به دست بیارید. ولی خب من بیشتر چیزی که استفاده میکنم یکی از همین اولی هست و این آخری. اگه 500 تا رسید این وقتی فعالش کنید هر نیم ساعت به نیم ساعت میتونید کلیم کنید و شما انرژی به دست بیارید. از طریق اینوایت دوستانتون هم به همین گونه. اگه شما بخواید کسی رو اینوایت بکنید در روز میتونید ازش یه قسمت اینجا اگه شما نگاه بهتون اینوایت داشته باشی، اینجا قسمت یه دونه اسم یوزرنمو میاره، یه قسمت کلیم میاره. میتونید ازشون یه دونه کلیم به اصطلاح یه دونه انرژی بگیرید ازش که بتونه و شما بتونید بازیتون رو انجام بدید دوباره. و این نیاز به دیپوزیتی وجود نداره تو این بازی. و اگه بخش ویدراش هم اگه بخوام بزنم بهتون، میتونید بیت کوین باشه یا هر ارز دیگه‌ای بهتون میده. اگه بیت کوین باشه حداقلش باید $10 داشته باشید، به دست آورده باشید تا بتونید به بیت کوین برگردونید. حالا میتونه TRX باشه یا $5 مینیممش و دوج و LTC و اتریوم که $100 هست اتریوم. و اینکه خب چیز سختی هم چیز بسیار پیچیده‌ای هم نداریم. بالا اگه بخواید انرژی نیا کنید اینجا بهتون میاره. شما میتونید کلیم کنید بونوستون رو، چه انرژی و چه حتی همون. چون من تازه اینو ثبت نام کردم میتونم راحت اینا رو انجام بدم. بخش ستینگش هم که خب چیز خاصی نداره. شما میتونید تو پروفایلتون برید و اسم ببینید اینجا. چون من وی پی رو خاموش کردم، برای من پرچم ایران رو نشون میده که نشون میده فقط با این آی پی میتونید شما یه دونه کاربر رو ثبت نام کنید، دوتا دیگه نمیشه. دیدید که ساعت چیز دقیقه اولش هم من نتونستم این کار رو انجام بدم. و خب نشون میده اینجا تمام اون چیزایی که دارید و ادبلاک ها رو و غیره رو چجوری هست چگونه نیست. و فکر نکنم چیز به اصطلاح خیلی سختی هم باشه. روند ویدیوراش هم بهتون گفتم، پلی هم که مشخصه چگونه انجام میشه. و اگه خب پلی بزنم، من دوباره اینو بزنم، جامپ بزنم، ببینید دوباره برام حالا فرستای دیگه بسته به شانس داره که ممکنه 10 بار بفرستی شما 10 بار رو اصلا براتون کش بده. و ممکنه که اصلا نه اینطوری نباشه. ببین الان 2 بار زدم برام کش زده. 46 تا میتونم جامپ بزنم. تو این 46 تا میتونه یا حالا این قسمت باشه یا اینجا دیگه، اون بسته به شرایط. اینجا دیلی بونوس اگه نگاه کنیم من میتونم دوباره بزنم روی همین دیلی بونوس. هم روزانه نوشته مشخص دیلی در روز میتونید شما پاداشتون رو دریافت کنید. این کپچاشو میزنیم، تکل اردک، ای بابا دوباره اردک، اگه به ما بره خب نمیدیم. تبلیغاتش فقط به نظر من خیلی رو اعصابه که باید باشم چیزی. خب الان دیلی بونوس انجام شد، من روش بزنم بازم تبلیغات اومد. خب میبینید الان من 5 تا دونه از این پوینت ها به من داد. خب دوستان عزیز، این روند درآمدزایی اصلا من تازه این بازی رو نگاه کردم، من ویدئویی ازش ندیدم جای دیگه. و اینکه حالا شرایط پرداختش هم واقعا نمیدونم. به محض اینکه من به اون مینیمم برسم، اگر موردی باشه حتما من یک
ویدیو میگیرم و در مورد اینکه چگونه برداشتش خیلی راحت هم بوده دیگه. توضیح دیگه فکر نکنم نیاز باشه که بگیم که چه اتفاقی میفته و فعلا هم که حالا به اون حد نصاب نرسیده. اگه با میخوام بیت کوین بزنم، خب من تی آر ایکس میزنم که به اون سریعتر به اون $5 برسیم، ببینیم که آیا واقعا پرداختی داره یا نه. و اینم از این شرایطش که خب شما دوستانتون هم میتونید دعوت کنید، بر اساس دعوت از دوستان که اونا درآمدی کسب کنن به شما چیزی به حساب پاداشی بهتون داده میشه. خب امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. حالا هر سوالی چیزی هم بود، هر موردی هم بود، حتما به ما بگید که ما هم اطلاع رسانی کنیم به دوستانتون. زیر همین ویدیو میتونید سوالاتتون رو بپرسید از طریق اینستاگرام، تلگرام با ما در تماس باشید که بتونیم بیشتر با هم دیگه در صحبت کنیم. خب قبل از اینکه تمامش کنم حتما سابسکرایب اگه نکردید انجام بدید. توی تلگرام، اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید که بتونیم بهترین ویدیوها رو حتما ما بهتون درست کنیم. خب خیلی ممنون، امیدوارم که همیشه سلامت باشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.